متاسفانه مشکل اصلی اقتصاد همین خود مردم هستن. شاید بپرسید چرا، ولی واقعا مشکل ما همین مردم عزیز دل هستن، چون همشون چسبیدن به اینکه برن از یه سری راههایی که از قبل تعیین شده پول در بیارن که توی ایران زیاد جواب نمیده. خیلی هاشون میرن سراغ درآمدهای دلاری و بدتر از اون اینه که میرن سراغ رمز ارز و اینجور چیزا که اینا واقعا افتضاحه. اصلا وارد این بازی ها نشید، مخصوصا وقتی که اصلا پول ندارید، چون اینا فقط پول شما رو میکشن. شما میاین اینو میخرید، ارزشش از اینجا میاد بالاتر، بعد میگن وای ببین چقدر ارزشش اومد بالا. شما فکر میکنین ارزشش اومد بالا، همه اونا میفروشن، ارزشش میاد پایین، بعد میگی وای بدبخت شدم، پولا همشون از بین رفتن. بله بازی اینطوریه. حالا شما هر روز بفرما برو بخر ارزهای دیجیتال، همه رو بخر. نمیگم ارز دیجیتال نخر، اشتباه نخر. تو که اشتباه میخری از این بعد دیگه نخر. اینو میبینی؟ اینم محتویاتش مصرف شده، از بین رفته، له شده اینجا. بله تو، دقیقا خود تو هم پولتو از دست میدی، مچاله میشی، له میشی و واقعا نمیدونی چی کار کنی. سختی های بی خودی اونم توی این کشور برات اونقدر به وجود میاد که حالت گرفته میشه از همه چی. پس مراقب باش. ارز دیجیتال برای خودش بالا پایین داره، میای میافتی، میره بالا. بازیش همینه، هیچ منطق واقعی نداره. همه که دارن برای خودشون استراتژی میزنن، خودشون بازی رو دارن میبرن جلو. شما بازی نخور. همین که آدم آگاه اینا رو بفهمه کافیه، لازم نیست همتون بفهمید. خیلیتون میفهمید میگین نه اینطور نیست. اگه واقعا دوست داری که درآمد دلاری داشته باشی، یا برو فریلنسر شو، یا برو توی شرکت‌های بازرگانی کار کن که اونجا درآمد دلاری هست، یا چیزایی که به اینجورا ارتباط داشته باشه. این پشه ها منو بیچاره کردن. فقط جزغاله نشی، کارا رو درست انجام بدی کافیه.